برو تلویزیون. در 6 تیم برتر قرار گرفتن در کنار کاپیتان تیم ملی کشورمون هستیم آقای سعید معروف. صدا هم خیلی سخت میرسه، اما دوست دارم خودت بگی که بازی‌ها چطور بود و واقعا فکر می‌کردی با قدرت‌های دنیای توپ و توپ به این شکل بازی کنید؟ اولا که تبریک میگم به همه ملت ایران و دست همش رو میبوسم. واقعا سعی تمام گذاشتن تو این چند وقته. فکر کنم که همه کارشناسا فکر می‌کردیم که ما تیم آخر این گروه باشیم، ولی نه تنها صعود کردیم به مرحله بعد، بلکه به عنوان تیم دوم صعود کردیم و از ویژه امتیاز ممکن تهران 15 امتیاز کسب کردیم که فکر می‌کنم که یه خورده بی‌سابقه باشه و شیرین‌ترین بردمون رو تو اولین روز ماه مبارک رمضان به دست آوردیم. تبریک میگم به همه ملت ایران و خسته نباشید میگم به همه مجموعه والیبال، مسئول فدراسیون و دست همه بازیکنان میبوسم با این تلاشی کردن. آقای معروف، بچه‌ها چطور بودن؟ مثلا عبادی پور جوونی که وقتی به میدون اومد خیلی خوب ازش شما تونستید کار بگیرید. فکر می‌کنم که مهمترین چیزی که توی ما دیده میشه اینه که بچه‌ها همه دنبال کار گروهی ان، دنبال نمایش انفرادی نیستن و واقعا همه بچه‌ها قلبشون واسه تیم میتپه، چه اونایی که بیرونن چه اونایی که داخل زمینن. امروز هم دیدیم که 2 نفر دیگه از بیرون اومدن.